داملای عزیز، از شما خواهش و التماس دارم که به سوال من جواب گردانید. در وقت نماز خواندن چشم را پوشیدن جایز است یا نه؟ نه، چشم پوشیدن در حالت نماز جایز نیست. خواه در حالت سجده باشین، خواه در حالت رکوع باشین، خواه در حالت قیام باشین، در کدام صورتی که باشین باید چشمهای شما گشاده باشد. همه صورت، خواه در زمین سجده کردن هم باید که همین نظر به پشت همین بنیتان کنین، چشمهای شما گشاده باشد. چشم پوشیدن کراهیت دارد، هیچ وقت چشم نپوشین. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، درباره توی کردن درست یا نادرست با یک طریق خوب به ما میفهموندین. انشاءالله جمعه دیگر توی امام اعظم، توی ابو حنیفه را با همسرش چگونه توی کردن کنیم مقایسه میکنیم که آیا به همین توی های ما و شما مانند بود یا نه. البته توی در اسلام غلط نیست، توی کردن هیچی باکی ندارد، توی کنین. لیکن مادامی که شما نام مسلمانی دارین، شما وقتی مسلمان که باشین باید از حرام کرده های خدا دور باشین. آخه در توی آن چیزایی که ناجایز است، مثل امروز رقص و بازی به طریق اولا حرام است، یا اینکه در بالای مثال دسترخواناتون تمام چیزای حرامی که میبرارین، اینا حرام هستند. اینا خود اسراف هستند، حرام هستند. اینا برای ما و شما جایز نیست کردنش. طریق خوبش همین است. طریق خوبش همین است که یک نماینده از دین، یک عالم از یک پیشوا بیار برای مردم کم پند موعظه کند. این بهترین برای تو است. این جهاد است در راه خدا. چگونه ای که امروز مردم غرب جهاد که هستند ضد دین اسلام، مثل که چیکار کرده هستند؟ توی رقص و بازی و زنا و همه چیز برای ما و شما فاش کردن و در تلویزیون ما و شما نمایش میتن. ما و شما هم جهاد ما همین است که البته این حرام کرده های اونها را قبول نکنیم، اونها را به جانب خودشان بگردانیم. این از جانب ما و شما هم جهاد میشه. اگر به طریق موعظه هم که اجازت ندادن، به همو زدن پا و به همو خواهرت قطعی یک بچه دیگر قرارش کردن بگذرانش، این هم برای تو افتخار است. السلام علیکم داملای عزیز، برای 7 و 40 سری سال به ما میفهموندید. 7 40 سری سال اینا در یگان حدیث پیغمبر خدا آمدگی نیستند. اگرچه از اولادای پیغمبر خدا بسیاری ذاتها گذشتند، شهید شدند، لیکن در یگان حدیث نیامده است که اونها رفتن در اونجا 7 کرده باشند، 40 کرده باشند، یا سال کرده باشند، یا 6 ماه کرده باشند. اینا از اسلام نیستند. فقط اسلام ما و شما به خیر احسان ما و شما را دعوت میکند. همین هم شرایط داشته باشید. کدام روزی که دستی ما و شما میرسد برای روح ارواح ما و شما، همون روز رخصت است. جدا نکنین. حتی صاحب خلاصه، این کتاب خلاصه کتاب مذهبی است. کتاب خلاصه کتاب مذهبی است. پیرو ابو حنیفه است. صاحب ابو حنیفه در مذهب دارد. همون صاحب خلاصه هم چی میگه؟ کسی که اگر معرکه میکند به نام 40، به نام 7، به نام سال، همون معرکش مکروه است. نام نگذارد میگد، فقط بگد در راه خدا هست، برای روحانیت است، فقط با دستش برسد. او روز در مسجد که داملا خانراد همه علما جمع شده بودن، طبق همین فاتحه گپ زده بودن. همین فاتحه‌ای که امروز ما و شما میکنیم، آخه همین فاتحه در کدام آیت حدیث ما و شما است؟ اگر مسلمان باشیم، آخه از فاتحه از توی دوازبین شده است. از فاتحه یک توی دیم شدگی است در ما و شما. اینا تماما برای ما و شما جایز نیست. بعد ما و شما یک مطل داریم، بعد این مردای ما و شما بعد میانی ما و شما را میکنه گفته و با دیگه جای ما و شما را میدرانه گفته، ما و شما هر خیل مطلا میکنیم. نه، به عقلی ما و شما خیل. شما یک پیشوا را گوش نکنید، شما به قرآن به حدیث گوش ناندازین، البته میانی شما کنده میشود. این خراجات های بی معنی شما را البته قشاق کردگی است. در فاتحه هم آذر بزم و موزیکه و رقص بازی است. در فاتحه هم 7 زل خراب میکنن. این در کجا است؟ اینا را بتونین قدرت داشته باشین، مردک باشین، پیش رم زن تا بگیر، تمام کار بسته میشود.
نمان، همون زن تا نمان که فاتحه کنه. تمام میشود کار درست اگر غیرت داشته باشی. نیکی نداشته باشی مرحمت میانت میکند، پاد میشکند، چه میدانی اونمو زنت.